اما میگن که جوانی رفت، مال جوانی ما رفته ایستاده است، ولی در وقت غرور جوانی، وقتی کار حالی حاضر حالی میتونیم یک 10 سال دیگه حالی خدا خواهد بود زنده باشیم اگر برای مردم خدمت کردن. و همین کنسرت 3 ایون برای اون باز گذاشته شد تاریخش که از 20 می به 3 ایون گذروندیم که در شهر خوجند که شد این برنامه چهاربین دولتی، یعنی همه اشتراک کردن، شاعران، نویسنده رفتن از اینجا. من مجبور بودم که من همین کنسرت ما از 20 به 3 ایون گذرونم. البته 2 ایون روز تولدم خدا اگر خواهد صد روز من است. ها 3 ایون بموندیم. همینا یک شروع کرده مردم با شعرهای استاد لایق از اول خیلی خوانده بودم، چند شعرهای نغز گلچین کرده من میخوام برای مردم پیشکش نمایم. و همین کنسرت روز 28 در شهر بختر میشد، 27 در کولا بود. ما کمتر کولا هم آخر پرتفتیم برای اون که همون کمتر همون سیل هایی که آمد و مردم حالی خود را آسوده نیستن، همون تنجی شود خوب شوند، همه کارو یک شوند، خلق یک تابی چاق کتی بعد بیاد برنامه تماشا کند. آماده هستیم که اونجا گذارانیم. 28 در بختر، شهر بختر و 7 و 8 ایون در شهر خوجند. و بعدش نصیب باشد البته در درواز، البته در ونج، البته در خاروق، در بدخشان، در همین گوشه ها ما یک برنامه گذاری کرده، مردم رفته روبرو دیده، صحبت کرده، تابش چاق کردن به خدا خواهد امیدوار هستیم. امروز اگر آن تب و آن سوزی دلم نیست، زان است که غم خاره و دل سوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان، هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست. با هر ضربان می رودم نقد دل از دست، کس واقفی انگارهی مرموزی دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه، در مشکل دل مصلحت آموزی دلم نیست. روزه که تنم مرد، روزه که تنم مرد، روزه که تنم مرد، کفن دوزی تنم هست. روزه که دلم مرد، کفن دوزی دلم نیست. روزه که دلم مرد، کفن دوزی دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آنی گریزان، هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست. هر روزی خدا هست ولی روزی دلم هست که با شما سلام.